امروز میخواییم با همدیگه این دلمه های خوشگل رو درست کنیم که به دلمه های 7 رنگ معروفه. امیدوارم دوست داشته باشید. از مزهش براتون نگم که فوق‌العاده است. حتما رسیپی کامل رو دنبال کنید. خیلی هم راحته. سلام، سمیرا هستم. در آلمان زندگی میکنم. همراه همسرم. به کانال من خیلی خوش اومدید. اونایی که تازه اومدید خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال من رو انتخاب کردین و من خیلی خوشحالم از این بابت. و مرسی بابت لایک ها و کامنت های قشنگتون. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. هر کجای این دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از ته قلبتون بخندید. این آرزوی همیشگی من برای تک تک شما هست. برای تمام انسان های روی کره زمینی. تو دلشون هیچ غمی نباشه. عزیزای دل، به درخواست یه سری از دوستان که از من خواسته بودن که من آموزش دلمه 7 رنگو بذارم که به سبک آلمانیا درست میشه، که توی اروپا معمولا این شکلی درست میکنن و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ترکای ترکیه هم اینو درست کنم. امروز من تصمیم داشتم نهار برای خودم بذارم، گفتم که این آموزش هم برای شماها بذارم که امیدوارم که دوست داشته باشین. البته آموزش که نه، منم تجربه ها ولاگ میکنم و دوست دارم که شما همراه هم باشید. ولی قبلش میخوام برم یکم خرید کنم که فلفلای تازه بخرم از ترکا، یکم مواد تازه بگیرم، اونا رو براتون میذارم. و هوا به شدت فکر کنین تو این وسط تابستون طوفان و باده، از اونم براتون یکم فیلم میذارم. و اینکه ما 2-3 روز پیش توی گارتنمون دخترمون تولد یکی از دوستاش بود و جشن، همشون هم آلمانی بودن، جشن گرفتن و من رفتم فیلم بگیرم. خب دوست نداشتن خودشون باشن ولی از آمادگیش گرفتم که چجوری درست کردیم و اینا، من و مونا کمک کردیم. و بعد اینکه در همه حد تونستم بگیرم. اونم اگه دوست داشتین آخر ولاگ میذارم، حتما ببینید. با هم دیگه بریم تو آشپزخونه ما غذای خوشمزه رو که واقعا خوشمزه است و خیلی شیکه و مناسب مهمونی هست. بهتون توصیه میکنم حتما درستش کنید. کامنت و لایک هم یادتون نره. با من باشید تا آخر ویدیو. برای آموزش دلمه 7 رنگمون من نیاز داشتم که برم خرید کنم که به درخواست یه سری از دوستان که گفتن درست کنم. از این فلفلا گرفتم. این فلفلا در آلدی هست و من تو ترکا ندیدم ولی میدونم که آلدی همیشه داره، یا روه یا نتو میارم. اینم یه مدل برنجه که حالت گرد ترکا دارن و فروشگاه آلمانی هم داره. برای اینطور غذاها استفاده میشه، خیلی بهتره. پیازچه، اینا جنساییه که از فروشگاه آلمانی خریدم. گوجه فرنگی که الانم فصلشه و فوق‌العاده قیمتش مناسبه. این فلفل و پاپریکا رو مخصوص دلمه است، از فروشگاه ترکا گرفتم که فقط ترکا میاره. اینو پاپریکا هم از ترکا گرفتم و این دلمه نیاز داره به یه برگ کلم عالی که اینم گرفتم. این بادمجونای خوشگلم مخصوص دلمه است ولی من اینقدر دوستشون دارم. سفید راهش هم هست که امروز نداشت. من گاهی اوقات برای قیمه بادمجون استفاده میکنم، همین درسته، سرخ میکنم میذارم، خیلی شکلی میشه. سبزی مورد نظرمون فقط جعفریه. روبنا خریدم، من اینو به عنوان سس خیلی استفاده میکنم. و روغن مورد مصرف همیشگی ما تو خونه که روغن زیتونه که
بچه ها برام کارسین از ایتالیا آوردن خیلی زیاد، ولی هر موقع میرم ترکا یه دونه میگیرم که میگم تو خونه چند تا باشه. و این سوچوکای خوشمزه که از فروشگاه ترکا میگیرم، حلالم هست، همین مدل قیمتش هست. من 5 اوریویشو همیشه میگیرم، مناسب صبحونه است. و اینکه من میگیرم رنده میکنم، 2 تاشو معمولا رنده میکنم. بعد از اینکه سس زدم روی خمیر پیتزا میریزم و روش دیگه هرچی دوست داری میذاری. فوق‌العاده خوشمزه میکنه و دیگه اصلا نمک به پیتزاتون نزنید. 2 تا هم پیرهن گرفتم برای آقای همسر که میدونم طبق معمول الان اعتراض داره که سمیرا من نمیخواستم، ولی خودم خیلی خوشم اومد براش گرفتم. یه تقریبا آبی و سفید راه راست، یه سفید تکیک آسین کوتاه هم هست و خوشبختانه جیبم داره، دیگه نمیتونه بگه جیب نداره. خب بریم با هم دیگه تو آشپزخونه. من سبزیجاتمو بشورم، تمیز کنم، خوش کنم، برمیگردم بقیه ولاکو با هم دیگه میبینیم. سبزیجاتی که داشتیم، اونایی که میبایست داخلش خالی بشه، من همه رو شستم، داخلش رو خالی کردم و دوباره یه آبی گرفتم. حالا میذارم که خشک بشه. البته تمام این دراشو رو نگه دارید دیگه، خودتون با سلیقه اید خانم دیگه، میدونید که چجوری باید توش رو خالی کنید و دراشو جدا کنید. معمولا ما برای دلمه هامون از سبزی های مثل ترخون و ریحون و از این چیزا استفاده میکنیم، ولی این فقط جعفری میخواد. خب من مواد همه رو اینجا چیدم که بهتون بگم چقدر راحته. از پیاز یا از پیازچه میتونید استفاده کنید که من از هر دوش استفاده کردم. این پیازه و این و ساقه‌های پیازچه. جعفری، گوشت چرخ شده گوساله، البته شما میتونید از مرغ هم استفاده کنید، از چرخ شده بوقلمو، هر نوع گوشت دوست داری میتونید از چرخ شدهش استفاده کنید. برنج شستم و گذاشتمش اینجا. اینم که رب معمولیه، رب گوجه است، یه کوچولو میزنیم که من همیشه داخل فریزر نگه میدارم. ادویه همونم پول بیبره، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه و نمک. هر چقدر تند باشه این خوشمزه تر میشه، یعنی دلمه با طعم تری به همون میاد، طعمش عالی میشه. یه قاشق چای خوری هم رب فلفل که من از ترکا میگیرم، خیلی هم غذا رو خوشمزه میکنه. حتما این نکات رعایت کنین، هیچی رو حذف نکنید. این مواد کامل با هم قاطی میکنیم و در آخر روغن زیتون که من کلا تو غذاهام از روغن زیتون استفاده میکنم، خیلی سالمه، توصیه میکنم شما هم این کار انجام بدید و برای این دلمه حتما روغن زیتون استفاده کنید. اگرم نداشتید دیگه مهم نیستش، یه مقداری میریزیم، تقریبا میشه گفت 5-6 تا قاشق غذاخوری. اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. موادمون حسابی قاطی شد. تو این مرحله حتما یه قاشق شیره انگور بریزید، یعنی به موادتون نگاه کنید برای چند نفره، برای اون بریزید. مثلا من برای این مقدار که دیدید سبزیجاتمو یه قاشق، ولی من نمیریزم چون همسرم اصلا دوست نداره و کلا شکر و تو چیزا براش خوب نیست. کسانی که شیره انگور نداشتن حتما بهش شکر اضافه کنن
یه قاشق که تمام خوشمزگی این دلمه به این رسیپی های ریزشه که میگم. دلمه های برگم هم پیچیدم و اینکه توی آلمان سبزیجات خیلی سریع میپزه. تا اومدم به خودم بجنبم یکم زیاد پختم، ولی مطمئنم که تو تمام مزهش تغییری ایجاد نمیکنه. دلمه ها رو همینطوری که میبینید چیدم درون مایتابه و اگه مایتابه یکم بزرگتر بشه خیلی بهتره. یه کوچولو آب ریختم. الان سسش رو آماده میکنیم با هم. ما تمام مزه ها رو داخل خود دلمه‌مون ریختیم و الان یه سس ساده میخوایم درست کنیم. روغن زیتون. تو ریختن روغن زیتون دست و دلباز باشید که تمام خوشمزگی این دلمه به همین روغن زیتونشه. برای این مقدار موادم من 2 تا قاشق پر غذاخوری از رب گوجه فرنگی استفاده کردم که داخل روغنمون سرخش میکنیم تا رنگش باز بشه. روغنمون دیگه داره رنگ باز میکنه و الان بهش آب جوش اضافه میکنیم و میریزیم روی موادمون. اینجا اگه دوست داشتید دیدین که موادی که داخل اون ریختین از ادویه و نمک و اینا کمه، اینجا بازم میتونید بهش اضافه کنید و بریزین روی دلمه هاتون. دلمه های برگم چیدم روش که دیگه بیشتر از این برگاش وانره. من مایتابه بزرگتر نداشتم، قبلا هم گفتم تو ویدیو اگه مایتابتون بزرگتر باشه کلا همه رو بچینید خیلی هم شکیل میشه. فردا اینجا تولد دوست ماناست و اینجا رو میخوایم حسابی درست کنیم که یه جشن حسابی دارن، تقریبا 30 نفرن. اینا باید بیادش اینجا و اینکه کامل شدنش هم براتون میذارم. اینم از قسمت پایانی جشن.
وسایلای دیشبه نداشتن توی فیلم باشن و جشن بگیریم، ولی من از چیزهایی که استفاده کردن و مونده گرفتم. نوشیدنی هاست که مونده، اینم زباله هاست. کل میز مونده، ولی امروز هم فست بوده رفتن، مونده که بعدا بیان جمع کنن. بعد اینا رو یکم جمع و جور کردن. منم که عاشق گل، فقط اومدم گلا رو همه رو یه جا کردم گذاشتم درون گلدون.